یا تو بیا باز با پهلوی من یا که مرا بر ازم جیوشتا یا تو بیا باز با پهلوی من یا که مرا بر ازم جیوشتا ای مکبوتر ازم جیوشتا. بینندگان عزیز، مخلصان گروه اوریون، سیر و سیاحتی ما در تاجیکستان برادری در پایتخت در دوشنبه شهر ادامه دارد. اینک همصحبت من یک نفر حافظی مشهور و شناخته و معروف تاجیکستان و حتی جهانی گفتن ممکن است اکای ناباور چناروف میباشند. میخواستیم که حالا با آن کس کمی در صحبت باشیم. اکای ناباور، بسیار خرسندیم که صحبت ما را رد نکردید و از دیدار با شما خیلی خرسندیم و خوب میشد میگفتید که همون سرودی مشهوره که امروز در تمام دنیا صدا میدهد، ای مکبوتر، اصلا چطور روی صحنه آمده است، چطور ایجاد شده است؟ با عرض سلام و شما را خیر مقدم میگوییم و پایتخت جمهوری ما دوشنبه شهر زیبا از دیدارتون خیلی شاد هستیم. خب درباره سرود کبوتر من بسیار اینترویو داده بودم ولی خیلی بار اول است که با شما برای مخلصان اوریو برای مخلصان اوریو سرود ای کبوتر سرود شخصی من است. این سرود در سال 2020 ایجاد شد و بار اول در یک کنسرت زنده صدا داد و بعد از همون کنسرت این سرود روز دومش با علاقه یک مشهوریت پیدا کرد و خیلی معروف شد و بعدا این سرود در شهر در فدراسیون روسیه در کازان از یک گروه هنرمندان سرایده شد و اونا از من پرسان شدن و من به اونا اجازه دادم و دیگر این سرود در ازبکستان و در ارمنستان و حتی در نروژ صدا داد و گروه از من خیلی خواستن که ما این سرود رو بسرم. گفتم مرحمت کنید و وریانت دیگری که در ازبکستان صدا داد با صدای جنبول هم به من زنگ زده بودن، از من پرسیدن و ما با جنبول همکاری کردیم و این وریانت ما با هم کار کردیم و این وریانت بود دوباره در تاجیکستان از طرف هنرمندای ما با زبان تاجیکی صدا داد. خب پیدایش این سرود یک با طور مردمی بود. این سرود بود و در بدخشان در پامیر خیلی صدا میداد در وقتی که من خیلی خرد بودم و بعدا وقتی که ما سال 2019 سفر کردیم به بدخشان و در خانه یک دوست بودیم و من این سرود با این موسیقی که واریانت نو که بود در اونجا پیدا شد و کودکان از این سرود خیلی لذت بردن، کیف کردن و من گفتم که ما باید این سرود رو ثبت کنیم و دوباره آمدیم و این سرود رو خیلی کار کردیم و سخنان دیگر کردیم، تبدیل دادیم با یک شاعر خیلی جوان ما و خیلی پرقوت است، نعیم کریم که الان در شهر در فدراسیون روسیه زندگی میکند و با اون کس ما یک دو سه وریانت سخنان بود دوباره جور کردیم و این سرود پیدا شد. بسیار خوب، بسیار عالی. و ما گفتنم موند که و قسم وقتی که ما این سرود تماما با کلی تمام کردیم و در قسم اول موسیقی این موسیقی یک 20 یا 30 دقیقه اول سرود یعنی که پرویگش که ما میگوییم در اول موسیقی از استاد دلیر نظرف است و از استاد دلیر پرسیدیم که دلیر جان ممکن است که من این چیز استفاده برم، گفت که بخیر باشد و این سرود این روز خیلی مشهور است و یگون توی معرکه یگون کنسرتو به این سرود نمیگذارد. بسیار درست گفتید، بسیار خوب گفتید و خوب میشد که انا همین سرود رو برای مخلصان اوریون به طور زنده اجرا میکردید. خب حال مرا هی بوت نامهربان آمده بنگر ازم جیبشته یا تو بیا باز به پهلوی من یا که مرا بر ازم جیبشته ای مکبوتر ازم جیبشته ما که تو پر ازم جیبشته. تشکر و خوب میشد که همین سطرهای اول رو برای مردم ما یک ترجمه میکردید از این شیوه بدخشان است به فکرم. ازم جیبشته یعنی که من تو رو دوست میدارم. طرز درست وریانتی درستش رو فهمیده گیرید. ازم جیبشته یعنی که من شما رو دوست میدارم، من شما رو دوست میدارم.
یک کلمه که خیلی قدیمی است و خیلی مردم کم این مفهوم رو استفاده میبرند از امجیشتا یعنی که باز در زبانهای دنیوی پیدا شد. تشکر. سلامت شما را در باشید. سمرقند باستانی انتظار میمونیم. همه وقت سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. تشکر. بند خویت مصف دنت قصه کلام سر از امجیشتا